سلام دوستان، امروز روی تکنولوژی و کودک گپ میزنیم. دقیقاً چیزی که حتی بزرگان به چالش کشانده و مشکل اساسی بسیاری از خانواده ها در دنیا و افغانستان شده. کودک و تعامل کودک با تکنولوژی امروزه بسیار جدی شده، سخت شده و زیاد شده. یکی از عواملی که کودک را، تربیت کودک را، رشد کودک را و اخلاق و رفتارهای کودک را آسیب میزنه و رفتارها و اخلاق کودک را نامطلوب میسازه و روش تربیتی را به چالش کشانده، نقش مکتب و درس را آسیب زده، نقش معلم و روش‌های سالم را حتی بگوییم که تعلیم و تربیت را به چالش کشانده. متاسفانه تکنولوژی است و تانسته، البته کلا منفی صحبت نمی کنیم، در بسیاری از موارد مفید واقع شده و مؤثر بوده، اما استفاده بیش از حد تکنولوژی و وسایل و ابزار تکنولوژی روش مشکلات تربیتی، مشکلات رفتاری، مشکلات ذهنی، مشکلات جسمی و مشکلات عاطفی را ایجاد کرده در کودکان که ما در بسیاری از کیس‌ها و مراجعان خود دیدیم و متوجه شدیم. او افراد و اشخاصی که کودکانشان با تکنولوژی مشکل داره باید برشان گفته شود که امروز می‌خوایم دقیقاً روی اون مسئله بحث داشته باشیم. اما در آغاز اجازه بدین روی عواملی که کودک را وابسته به تکنولوژی میسازه، کودک پناه میبره به تکنولوژی، روی بحث بکنیم. اولین مورد خود والدین است. خود والدین وابسته است. خود والدین از تکنولوژی بیش از حد استفاده میکنه و کودک به یک نحوی تقلید میکنه یا الگو میگیره. یک، دو، جذابیت تکنولوژی، هیجان برانگیز بودن تکنولوژی، نو بودن تکنولوژی، رنگامیزی تکنولوژی، صدای تکنولوژی، قابل دسترس بودن تکنولوژی خود عامل است که کودکان باید بیش از حد از او استفاده بکنند. سوم هم میشه که در پهلویی که خود والدین استفاده میکنه و جذاب هم است، بیکاری کودکان را هم مثال بدیم. یعنی اگر یک برنامه درستی کودک داشته باشه، اگر تکنولوژی استفاده هم کنه به یک اندازه و حد و حدود استفاده خواهد کرد. اما او کودکانی که در خانواده ها توسط والدینشان برنامه و پلان خاص نداره و به اصطلاح سریله است، در اون خانواده ها معمولا کودکان دچار اعتیاد و وابستگی به تکنولوژی و امثال وسایلی که در تکنولوژی هست میشه. تنهایی کودک، نگرانی و آشفتگی کودک، عدم مسئولیت پذیری کودک، عدم سرگرمی یا نداشتن سرگرمی ها در کودک و امثال هم مواردی که شما ممکن خودم گاهی دیده باشین و بعضی ها را شاید خودتان هم بفهمین. اینا همه عواملی هست که کودک ما را به تکنولوژی عادت یا وابسته میسازه. اما چی کار کنیم و چی میتونه به ما کمک بکنه و آیا کار میتونیم یا نه؟ روی مسئله میخوایم امروز بحث و بررسی داشته باشیم. اولین قدم و اولین اقدامی را که ما تصور میکنم میتونه مفید واقع شود، یک برنامه قشنگ و درست است توسط والدین. خوب است برنامه و این پلان و یا این تقسیم اوقات برای کودک طوری ساخته شود که ساعت کودک مشخص باشه که در این ساعت و اون ساعت کودک در کجا باشه. کودک در این ساعت و اون ساعت چی چیزی را انجام بده. چی رفتار را باید کودک ساعت 5 بجه و چی رفتار را باید ساعت 7 بجه انجام بده. یک، دو، روابط اجتماعی کودکان اگر سالم شود، روابط اجتماعی کودکان اگر بیشتر شود، زیادتر شود، این کمک میکنه کودکان از اینکه به تکنولوژی پناه ببره، به بازی های واقعی پناه ببره، به روابط مجازی، به روابط واقعی پناه ببره. سه، درمان اضطراب و ناراحتی و استرس کودک است. بسیاری از علتها و یا بگوییم که بسیاری از کودکان به خاطر به تکنولوژی پناه میبرن، به خاطر به دنیای اینترنت متوسل میشن و غرق میشن در دنیای اینترنت یا بگوییم گیر میاین در جال یا نت که متاسفانه اضطراب داره، استرس داره،
دچار آشفتگی است و هیچ چیز دیگه برشان او قدری که میتونه استرابایش کاهش بده یا استرسایش کم کنه نمیتونه مفید باشه جز تکنولوژی و استفاده از تکنولوژی. به این دلیل هم کودکان میرن و از تکنولوژی استفاده میکنه و بالاخره وابسته‌اش میشه. چهارمین نکته بودن وسیله الکترونیکی است. یعنی اگر وسیله تکنولوژی، وسیله الکترونیکی، وسیله برقی مثلا موبایل، تلویزیون، گیم و امثال موارد در دسترس کودک باشه، شما چطور میتونید با کودک بگویید که او استفاده نکنه؟ پنجم هم اپلیکیشن های خوب است. خب اگر کودک ما بیش از حد استفاده میکنه، بیش از حد کار میکنه، بیش از حد مصروف است و مشغول است و ما هم هیچ کاری را نمیتونیم، خوب است ما بیایم و بعضی اپلیکیشن های خوبی را، بعضی اپای خوبی را که به کودک مفید است، کودک میتونه از زبان یاد بگیره، کودک میتونه از او تمرینات ورزشی یاد بگیره، کودک میتونه از او رسامی و نقاشی یاد بگیره، کودک از او بتونه روابط اجتماعی یاد بگیره، کودک از او بتونه بعضی چیزا را رشد کودک را کمک بکنه. خوب است از او اپلیکیشن ها اینستال کنیم و اپلیکیشن های خوبی را هم که اگر فرصت بود روز سرش بحث میکنیم که چه چیزای خوبی در دنیا هست و در زبان ما هست، با خصوص که با فرهنگ ما ارتباط داره و تعلق میتونه بگیره، او را پیدا کنیم و به شما روی مسئله هم یک روز بحث خواهد کنیم. هفتم مسئله گفتن است. بسیاری از ما والدین به کودک نمیگیم که چی چیز برای تو مفید است و چی چیز نیست. خوب است ما بیایم و حداقل بر کودک بگوییم که چی خوب است، چی بد است. ما مورد سوال قرار بدیم کودک خود بچیم تو چی یاد گرفتی؟ چی چیز یاد میتونی بگیری؟ یا ما بیایم کمک کنیم برای کودک از اپلیکیشن ها و تکنولوژی استفاده بکنه. هشتم هم زیر سوال بردن کودک است. ما راهکارهایی را که پیشنهاد میکنیم بر شما، وقتی آمدیم روی کودکی روشاوی راهکارها را به کار بردیم، تانستیم که اعتیاد کودک را به تکنولوژی یا عادت کودک را به تکنولوژی کاهش بدیم. ما باور دارم که شما هم اگر روشها را به کار برین کمکتان میکنه. مثلا یکی از روشهای دیگه هم که به عنوان هشتمین نکته میخوام یادآور شم، زیر سوال بردن کودک است. مثلا بچه‌م چه وقت میشه از تکنولوژی استفاده میکنی؟ چه وقت میشه گیم میزنی؟ چه وقت میشه این اپلیکیشن استفاده میکنی یا این کارو میکنی یا اون کارو میکنی؟ او میگه خب 1 سال، 8 ماه، 10 ماه، 9 روز، 10 روز، 2 هفته، 3 هفته. برش بگو خب بسیار خوب 1 ماه میشه که استفاده میکنی. میشه بگویی برام که نتیجهش چی بود؟ میشه 1-2 فایدهشو به ما بگویی و مکس کن. میشه بگو. ما باور دارم که کودکتان با یک چند لحظه مکس احساس دیگه برش رو خواهد داد و خواهد گفت که آقا راست میگه، این چیزی که بر من کمک نمیکنه چرا باید استفادهش کنم؟ چی کمک کرده؟ راست میگه، چی فایده کرده؟ برعکس برشان بگوین وقتی که لاجواب ماند کودک، بیاین و دیجا برش کمک کنین، برش بگوین بچه‌م من برات میگم وقت از دست دادی، خوابت خراب کردی، انرژی از دست دادی، پیسه از دست دادی، موبایلت خراب شد، 4 چیز زیاد شد، خانواده هم رابطه‌اش کرد تو خراب شد و امثال اون موارد. این میتونه کمک کنه، این روش میتونه مفید باشه. نوم هم خوب است برش قید کنین. بچه‌م تو حق داری تلویزیون ببینی، تو حق داری استفاده کنی از موبایل، تو حق داری گیم بزنی، تو حق داری چیزای این یک است، هیچ مشکل نیست. ما هم حق داریم استفاده کنیم. هر کودک حق داره، نیاز داره و باید استفاده کنه. البته که سنای کودک بالاتر از 2 سال و 4 سال باشه که با پایینتر از 2.5 سال و 2 سال بسیار زیاد مضر است و شایع که موبایل اینا پخش میکنه نشر میکنه زیاد مفید نیست. و اگه اجازه بدین در اینجا یک نکته دیگه هم بگویم دوستا، استیو جابز کسی که بانی و بنیانگذار اپل است، اولادای خود نمیخواست، نمیموند که از موبایل هایی که خود کمپانی اپل ساخته استفاده کنه. من نمیفهمم چی علت بود، چی گپ بود. حتما چیزی رو میفهمید استیو میفهمید که اینجا چی گپ است، این موبایل ها و این تکنولوژی که اولادای خود نمیگذاشت. به هر حال وقت تو از زمان کودک را کم کنین. بچه‌م تو میتونی از موبایل استفاده کنی، چون ما اگه بگویم که نکنی استفاده و اصلا دست نزنه، این اصلا عملی نیست. تو میتونی استفاده کنی ولی 1 ساعت، 2 ساعت، این 2 ساعت هم تیت برش وقت بدین. مثلا 20 دقیقه صبح، 10 دقیقه چاشت، 20 دقیقه چاشت، 20 دقیقه دیگر، اینا رو میتونی استفاده کنی و این وقتت قید است. دوم هم اگر احیانا کودکتان واقعا کار را که شما ازش خواستین انجام داد و مفید واقع شد و با گفت شما کرد، چیش کنین، تشویقش کنین.
و خوب است یک جایزه که باز هم میتونه برای شما کمک بکنه که او را دور کنه از فضای تکنولوژیکی و یک جایزه برش بدین. مثلا ببرینش به یک پارک، به یک تفریح و اینا، با دوستای نو و اینا معرفی شو، کارهای دیگه انجام بده که هم بیا به این چیزا سرگرم شو و هم او جایزه شو که تو کمتر استفاده کنی. 11مین نکته که میخوایم اشاره کنم دوستان، ریشه این مسئله است. کودک شما چرا از تکنولوژی بیش از حد استفاده میکنه؟ چه چیزی سبب این مسئله شده؟ آیا مواردی که ما یاد کردیم یا موارد دیگه هم هست؟ او باید پیدا شود و دور شود. او که دور شد، پیدا شد، دور شد، خود به خود کودک شما از این مسئله دور میشه. بعضی از عادت‌ها و اعتیادها بیش از حد و بیمارگونه است. یعنی اجازه بدین براتون بگویم در حد وابستگی است، در حد اعتیاد است. یعنی کودک شما اعتیاد پیدا کرده، دیگه راهنمای ما کمک نمیکنه و اینجا نیاز است که یک مداخله مسلکی در قدم 12 توسط روانشناس صورت بگیره. یعنی ما بریم و از روانشناس کمک بخوایم و کودک خود را هم کمک کنیم که از اعتیاد و از نارامی و ناراحتی دور شد. این همه روشا رو به کار ببرین، ما باور دارم که مفید و مؤثر واقع میشه. و اگرم سوال دیگه داشتین، مورد دیگه میخواستین با ما شریک بسازین یا در موردش توضیح بخواین، با ما در میان بگذارین. ما هفته‌های آینده حتما در برنامه‌های خود و در کلیپ‌های خود و در مصاحبه‌های خود انشالله روی مسئله هم بحث خواهیم کرد. تشکر از شما. ممنون.